سلام، من صالحی هستم، روانشناس. به کانال سخن موثر خوش اومدید. در این ویدیو میخوام درباره یکی از حساس ترین و در عین حال پیچیده ترین مراحل زندگی انسان صحبت کنم. نوجوانی. دورانی که همه ما تجربهش کردیم، اما امروز نوجوانان با دنیای کاملا متفاوتی روبرو هستند. دنیایی که سرعت تغییراتش نسبت به دوره‌های گذشته خیلی بیشتر شده. اگر شما هم والدین یک نوجوان هستید یا در آینده خواهید بود، این ویدیو میتونه براتون بسیار مفید باشه. انسان در تمام طول زندگی در حال تغییره، اما فقط در نوجوانیه که این تغییرات همزمان و با شدت بالایی اتفاق میفته. در یک بازه زمانی کوتاه، نوجوان تغییرات جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی رو تجربه میکنه. این حجم از تغییرات میتونه برای هر انسانی گیج کننده، سنگین و حتی ترس‌آور باشه. به همین دلیل که نوجوانی مرحله بسیار حساس و سرنوشت‌سازی محسوب میشه. نوجوانان امروز فقط با تغییرات درونی دست و پنجه نرم نمی‌کنن. آنها در فضایی زندگی می‌کنن که تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات با سرعت ترسناکی در حال پیشرویه. شاید این پیشرفت از یک نظر باعث شده فرزندانمون باهوشتر بشن، سریعتر فکر کنن و راحتتر به اطلاعات دسترسی داشته باشن. اما در کنار این مزایا یه حقیقت بسیار مهم هم وجود داره. شکل‌گیری هویت برای نوجوانان این نسل خیلی سخت‌تر، طولانی‌تر و پیچیده‌تر شده. چرا؟ مقایسه‌های دائمی در شبکه‌های اجتماعی، فشار برای بهتر بودن از طریق شبکه‌های اجتماعی، مدرسه، خانواده، فاصله بین نسلی، تغییر ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و کاهش و یا نبود گفتگوهای سالم در خانواده‌ها همه نوجوانان امروز را در معرض آسیب‌هایی قرار میده که نسل‌های قبل کمتر یا اصلاً تجربهش نکردن. خیلی از خانواده‌ها هنوز با همون روش‌های قدیمی و سنتی تلاش میکنن نوجوانانشون رو کنترل کنن. دستور میدن، تهدید میکنن، مقایسه میکنن، بی‌اعتنایی دارن یا به جای اونا تصمیم میگیرن. اما واقعیت اینه که این روش‌ها نه با نیازهای نوجوانان امروز سازگاره، نه با نوع چالش‌هایی که اونا باهاش مواجه هستن. این شیوه‌ها معمولاً به مقاومت نوجوان، پنهانکاری، فاصله گرفتن از خانواده و حتی رفتارهای پرخطر منجر میشه. دنیا عوض شده، نوجوانها هم عوض شدن. اما بسیاری از روش‌های تربیتی هنوز همون روش‌های 20 سال پیشن و تغییری نکردن. پس ما چه باید بکنیم؟ اولین قدم اینه که والدین بروز بشن و درک کنن که نوجوانای امروز نیاز به شنیده شدن، احترام، فضای گفتگو، حق انتخاب، همراهی و نظارت به جای کنترل دارن. دومین قدم مهم اینه که وقتی رابطه والد و نوجوان دچار چالش میشه، کمک حرفه‌ای گرفته بشه. این مسئله هیچ ایرادی نداره. اتفاقاً نشونه بلوغ و مسئولیت پذیری ماست. نوجوانی مرحله حساس، سریع و پرچالشه، اما با آگاهی، ارتباط سالم و دریافت کمک حرفه‌ای میتونیم از این دوران عبور کنیم، نه با ترس بلکه با رشد. اگر احساس میکنید ارتباطاتتون با نوجوانا دشوار شده، رفتارهاشون براتون قابل درک نیست یا نیاز به راهنمایی و حمایت بیشتری دارین، قبل از هر چیزی به روانشناس مراجعه کنید و همچنین کانال ما رو در یوتیوب دنبال کنید تا ویدیوهای آینده رو در مورد نوجوانی و آسیب‌های این دوره از دست ندید. ممنونم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم مفید بوده باشه. اگر این محتوا رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظر بدید و برای والدینی که نیاز دارن ارسالش کنید. متشکرم.